السلام علیکم مردم سربلند تاجیک، همشهریان و هموطنان عزیز. امروز در تاجیکستان گنرال مردمی، مرد وطن دوست و خویشتن شناس، مرد خاکسار، نمونه عبرت برای کل جوانان تاجیک، مردی فروتن، مردی میدان، گنرال اسکندرزاده محمد شاه جشن زادروز دارم. ما برای تبریکاتشان و جهان نو آمدیم. دوستان عزیز، مردان شجاعتمند و وطن دوست تاجیکستان، امروز گنرال مردمی، مرد ناترس و شجاع وطن، محترم گنرال محمد شاه اسکندرزاده جشن زادروز دارند. ما از نام کل شاگردان، از نام کل دوستان، خاصتا از نام دوست و برادری محترم گنرال اکای پرخجان دهقانov محترم گنرال را تبریک و مبارکباد گفته از درگاه خداوند کریم اولا تنی صحت، ایمان کامل و موفقیت های بی‌نظیر را آرزو مندیم. بگذار همیشه جوان، همیشه با قوت، همیشه سر انرژی باشند. بگذار چون همیشگی تا ابد از شنویدن نام شاه اسکندر کل دشمنان ملت، کل خائنان ملت تا ابد بلرزند. بگذار خداوند باز مرتبه و مرامشان را باز بلندتر بگرداند. سلامت و سربلند باشید. وضعیتتان مبارک باشد. داخل این کتاب مقدس قرآن است. بگذار خداوند شما و در سیمای شما کلی شاگردان و دوستان شما را همیشه در پناه عصمتش صحتمند و نکونام و موفق و دستبالا نگه دارد. از نام تشکیلات جمعیتی خیروی آرمان دلهای شهر اسفره، از نام کلی اعضایان و ولنتیارانی که در شهر اسفره به کارهای خیریه کمک به مردم نیازمند همیشه مشغول هستند، کتاب را تقدیم می‌کنم. سربلند باشید.